Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dar cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. السلام علیکم بیننده ها و تماشابینان عزیزی ما. آمد سال نو میلادی به هر یک شما مبارک باشد عزیزان. امروز 30 دکبر سال جاری در طربخانه زیبای ده آهلیک برای تبریک کردن اعتبار خاله از نام فرزندانشان، از نام عائله فرزندی عزیزشان که در مسافرت هستند، ثمرالدینک تبریک میگوییم. آن لحظه های خرسندی زیبا و آن لحظه های سال نوی را همراه شمایان با هم میبینیم. تیار باشید اگر رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، مردم شرفمند آهلیک عزیز، هر یکی شما را با آمد سال نو میلادی صمیمانه و صدقاً از نام خود، از نام اهل جماعه شهنام تبریک میگوییم. بگذار در خاندان شما این سال که چی آرزوهای کردیم عملی نگشت، خدا کند که از یکم روز سال نو هر یک آرزوهای کرده شمایان جامعه عمل باشد. در این سال 2023 همراه شمایان در این روزهای خرسندی، در این روزهای شادباش، توی و تنتنه همیشه در صحت و سلامتی دیده و دیده رسیدن نصیب کند. ببینید که در آخران روزهای سال نو امروز اعتبار خاله جشن زادروز داشته. این سال خوشبخت ترین که هر روز سال زادروزشان رو جشن میگیرن. در روزی سال نو، در روزی خرسندی برایشان یک خرسک بزنیم برای اعتبار خاله. السلام علیکم. نزدیکتر ایستید اعتبار خاله. جشن زادروز مبارک، روزی خرسندی را مبارک باد، روزی تولد را مبارک باد میگوییم. اعتبار خاله امروز شما را از نام کی تبریک کنیم آمدیم ما؟ نام فرزندان. البته از نام فرزندان عزیزتان، از نام نبیره‌های شیرین، از نام کلید پاشاها، نفرایی که در مسافرت هستند، از نام ثمرالدینک که در شهر خارجه هستند، گفتند مادر مهربان، مادر غمخوار، ارزنده ترین زن دنیا برای ما چقدر که مشقتی که هست در دنیا چشیدند، نامشان مادر است. پسی و بلندی و نگاه نکردن، فقط مهنتی حلال کردند، باغبانی کردن، دهقانی کردن، مهنتی حلال کردن، ما را باور رساندگی انسان. مادر عزیزی من خودشان مانند نامشان فقط برای ما اعتبار و مهر و محبت میدادند. انسانی ارزنده ترین امروز زادروز دارند. برای مادرم چقدر سخن گوید میارزد. مادر من مادر مهربان هستند، خاکسار، صمیمی، دریادیل. هر یک آن گفتنی هایی که شما دارید برای ما میارزد، برای مادر من میارزد. حقیقتا هر بار تاکید میکنیم اعتبار خاله 15 ساله رومای سر خود را مادر عوض نمیکرده است برای مهنت های فرزندش. میگفت است که فرزندی من مهنت میکند، زحمت میکشد، پول مییابد و فقط برای فرزندان خودش صرف کند، برای من نه. گفتم من الان است که این رومال را من دوست میدارم، این برای من بهترین است. این هم از سخنهای دروغ مادر است که برای رونق یافتن فرزند حصه میگذارد. مادر جان عزیز، پیغمبر خدا فرمودند آنقدر با زیبایی های جنت در زیر قدم مادران است. مادر این ذاتی بزرگ است، شب را به صبح پیوست کرده الله میگوید در سری گوهره ما فرزندان این است بزرگی. از همه صدای فارم و شیرین ترین در دنیا الله مادر است. میرسد فارم به گوشم الله های مادرم، میرسد فارم به گوشم الله های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم، روزه و رضوان جانم در نگاهی گرمی اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم، زیر شهوالی محبت های گشتم کلان، گیر ما بر دیده ماله خاکی پاکی مادرم. پس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم.
یک شبه مادری که رنج میکشد 1000 ساله فرزندها کار کنیم مهنت کنیم برایشان اعتبار و محبت دهیم نمیارزد، چرا که مادر تمام جوانی خود را فدا کرده فرزند را به پایان میرساند. زاد روزتان مبارک. اعتبار خاله حاضر از نام ثمرالدینک، از نام عائله‌شان، از نام دانخان، کلینتان، فرزندان عزیزتان، نبیره های شیرین برای شما یک گلدسته زیبا را آماده کردیم، برایتان تقدیم می‌سازیم. مهمانان قرصک میزنیم. مرحبا مرحبا. از نام برادران گلدسته های زیبا زاد روز مبارک. مبارک باشد. اعتبار خاله حاضر فرزندان نیت کرده برای شما کتاب قرآن تیار کردن. گفتن işlerim yoruşup geçse gelme gel, kamlarım gamlarım etse bütün hal, dünyani bir chetga qo'yib eng avval onamni Makkaga olib boraman. Niyat kardam برای شما در روی دنیا از همه کتاب قیمت‌بهاترین کتاب قرآن کریم را همچون تحفه آماده کردیم. مرحمت برایشان میسپاریم. صادرزتان مبارک. مرحمت. مبارک باشد. و البته در اینجا شیرینی زیبا آماده کردیم برایتان. اعتبار خاله هم یک جای برادر شما هم تکلیف میکنیم. کلین ها مرحبا یک جای نزدیکتر، نبیره ها یک جای شیرینی را میبریم، از آن تناول میکنیم. بعد از آن امروز رسم زیبا را نام میکنیم. مرحبا. مبارک باشد. مبارک باشد. زاد روز را مبارک باد میگویم. من یک تا تراشیده تمام نزدیکان در اطرافتان هستند. اعتبار خاله یک تا تبریک کنیم برایشان. نیت های نیک رو میشنویم. مرحبا. شامانتون ملکای عزیز، من در کاری که اومدتون شما داری سر بگویم که من ایران رزش تبریک میکنم. چی نیت داریم باشم نیت کش برسد. حضوری بچه کشو بینن نیوره کشو بینن. شامانتون ملکای که Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oleh Nabi Muhammad kati thabrik mekanam और तुम लोग साथ साथ रहेगा लोग शस्त्रिया बदलेंगे वो हमें कदर उम्मीद है सब सलामत से
همسایه بچه همسایه هم با همسایه ها از نام همسایه هم مبارک بازم همیشه صاف سلامت حضور فرزندوی بیشتر فرزندان زویدی رحمت سلامت باشن اعتبار خلان حاضر من از نام مرادکه از نام سمردینک شما را تبریک کردیم حاضر من در اینجا دو دخترت ها میخواهم شما را تبریک گویم کلینگ پاشا ها مرحمت Assalomu alaykum hammalaringga, xush kelibsizlar. Shu bugun shunday ulug' kunda birga o'tirar ekanmiz. Oyim immunitetsamizda yuzga kirishlarini tilab qolaman. Ilon baxtimizga sog'-omon bo'ling. O'g'lingizni ham nomidan tabriklayman. Bunaqa baxtli kunlarda ilon ko'pini ko'ring. Nima deyman? Nevaralaringiz baxtiga doim sog'-omon bo'lib, umringiz uzoq bo'lsin. Hammalaring xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammaton xush omadedon vijon iloyim sad badarak baxti nevaroton sad badarak rahmat salomat bo'lsin mehmononi aziz بار دیگر هر یکی شما را با آمد سال نو میلادی تبریک میگویم می‌آید از امروز کیفیت عیدانه را همراه میکنیم و یک جایه در زیر سرودهای شوق امروز بزم زیبا را البته دوام میکنیم سالروز مبارک سال نو آماده صدا را مبارک باد میگویم مرحمت سرودهای شوق و رقصی برای شما یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم خوش آمدن میگویم مرحمت خاصیتی دکان کنم
گلزار دمیده بیایه بیایه که دلدار رسیده بیایه بیایه که گلزار دمیده بیایه بیایه که دلدار رسیده من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا زادروز اعتبار خالا را با آخر رساندیم همراه شمایان به هم دیدیم البته این خیلی لحظه های خرسندی خیلی روزهای شادباش و زیبا را همراه شمایان ما تنها جماعت شهنان پیشکش میکنیم خود را احتیاط کنید تا بازدید در سال نو.